الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ مبارک رمضان قریب هست که مهمان ما بشود و این ماه یک ماه بسیار عظیم و ماه بسیار بزرگ و ماه نزول قرآن عظیم الشان هست و ماهی که در ساختن انسانیت و جامعه انسانی، در ساختن جامعه اسلامی بسیار تاثیر بسزایی داشته است و بسیار مؤثر واقع شده است. و اگر ما نگاهی به تاریخ ادیان بکنیم و به برنامه‌های ادیان، به برنامه‌های و انسان وجودش مایه خیر برای بندگان الله میشه، برای روی زمین، مردم روی زمین میشود و روی این الله تعالی برنامه ریزی کرده برای ساختن انسان و که انسان را از بعد اعتقاد بسازه و از بعد عمل کرد بسازه، کردار و رفتار بسازه و از بعد اخلاق بسازه و از تمام ابعاد الله تعالی برای ساختن انسان، برای تزکیه انسان، برای تربیت انسان برنامه ریزی کرده است. اگر بشر تن بده به برنامه های الله تعالی و استقبال کنه از برنامه های حکیمانه پروردگار و خودش را در اختیار پیامبران بگذاره، خودش را در اختیار محمد رسول الله رحمت للعالمین بگذاره، در اختیار سیره مصطفی خود را بگذاره، در اختیار قرآن بگذارد، تعلیم زیبایان حضرت، این انسان شک نیست که به وارستگی میرسد، ترقی میکنه، پرواز میکنه، انسان پرواز میکنه به سوی الله و به قرب الله تعالی انسان میرسه. این انسان ها که روز قیامت به جنت فردوس میروند، قیامت که اولین و آخرین حاضران سربلندی بزرگ کسب میکنند، این انسان ها اونا هستند که خودشون را ساختند. او صفات بهیمیت و حیوانیت که در انسانه، در رندگی در انسان وجود داره، بخل در انسان وجود داره، حرص برای محبت مال خیلی سخته. اگر این محبت مال نه، محبت شدید مال، سخت مال عیبه. اگر این از وجود انسان بیرون بشه، اگر انسان تکبر داشته نباشه، انسان حسود و کینه‌ور نباشه، کینه توز نباشه، انسان تواضع داشته باشه و انسان سخاوت خوبش سخاوتمندانه باشد، سخاوت داشته باشه،
از مالی که الله داده خرج کنه بر فقرا و مساکین و بر تنگدستان، به جاهای رشتی های اخلاق دور بشه و این انسان به وارستگی میرسه، به انسان به شایستگی میرسه. راسته که برای ساختن این موجود ارزشمند، ساختن این موجود قیمتی، برای همین خاطر است که انسان بسازند و بر روی انسان کار کنند و انسان از درون ساخته بشه، از درون انسان به وارستگی برسه، حب الله تعالی در دلش قرار بگیره، فکر آخرت را داشته باشه و آخرتش را بسازه، هم دنیا را بسازه و آخرت را بسازه. دنیا نیاز و ضرورت ماست و آخرت هدف اصلی زندگی انسانه و انسان شایستگی داره که در همه ابعاد کار کنه، هم دنیا را بسازه، قادر توانایی داره، شایستگی داره، هم آخرت را بسازه. و این ماه مبارک رمضان برای همین هدفه که الله یک ماه را که ماه نزول قرآن عظیم و شان هست، ماه روزه قرار داده و فضا را به طور کلی عوض کرده است. در یک ماه انسان میتواند سیر بزرگی را، مسافت بزرگی را طی بکنه. اگر انسان جدیت داشته باشه، اگر انسان تلاش کنه، اگر انسان کمر همت را ببنده و خود را در اختیار و مرشد اعظم قرار بده و مربی بزرگ قرار بده، رمضان را سپری کرده، عمل کرده آن حضرت در رمضان چه بوده، قرآن در رابطه با رمضان چه برنامه ریزی داره. اگر این برنامه را صحیح و درست استفاده بکنی، از برکات این ماه، از تاثیرات این ماه بهره‌مند میشی و این سرمایه عظیم، فرصت بسیار بزرگی است، فرصت عظیمه و این فرصت که بگذاره و رد بشه از سر، بعد این فرصت مجدد به دست نمی آید. فرصت که فرصت رفته از دست رفته بر نمی گردد. و روی این از بالاترین برنامه روزه ماه مبارک رمضان هست. این روزه را الله فرض گردانیده. معنای فرض آنه که بدون روزه انسان نمیتونه تزکیه بشه، اصلاح بشه. یہ احکامی که فرضان همه این سازنده هستن برای انسان، همه انسان می سازن. برنامه های دین اسلام تمام سازندن. نماز انسان می سازه، روزه می سازه، پرداخت زکات انسان می سازه، صدقات و خیرات انسان می سازه، تلاوت قرآن انسان می سازه، ذکر الله در ساختن انسان تاثیر داره. این تمام اعمال که الله تعالی قرار داده و بعضی را مثل روزه فرض کرده و نماز، زکات، حج رکن گردانیده از این ارکان مهم دینن، این تاثیرشون خیلی حیاتی و مهمه. بدون انجام اینها انسان ساخته نمیشه. او جوهری که در انسان موجوده، او گوهرش
بروز نمیکنه و روی اینها را الله تعالی لازم قرار داده. از نماز احساس بار میکنن، از زکات احساس بار میکنن، هنوز تاثیرات اینها را در زندگی نمیدادن. آگهی و اطلاعات نسبت به احکام، فلسفه این احکام، تاثیر این احکام در جامعه، در افراد، هنوز اینها را نمیدادن. خیلی مهمه. ولذا اینکه یک فضای را الله برقرار میکنه در ماه رمضان، فضای معنوی را، فضای نورانی برپا میشه و برقرار میشه که همه فرصت برسه به همه که برای خودشو فکری برداره. و این که آمده شیاطین بسته میشن و شیطان الله دسترسی نمیده به انسان. به برکت همین فضای، به وجود همین فضای معنوی است، شیاطین بالاخره اگر زنجیر ظاهری به پای شیطان ها نباشه و اما این زنجیر معنوی است که این فضا وقتی که منقلب میشه و آواز میشه، گویا بر پای اینها زنجیر هست، گویا اینها قید شدن و مقید شدن و نمیتوانند کاری را انجام بدن. همانطور که زندانی از دستش در زندان کاری ساخته نیست، از دست شیطان هم چیزی ساخته نمیشه. چرا که این فضای معنوی آمده، روزه آمده است و روزه دسترسی شیطان بر انسان کم میکنه، دسترسی زیادی پیدا نمیکنه. ولی حضرت ما از اول تا آخر خیره، از اول تا آخر رحمته، از اول تا آخر برکاته، از اول تا آخر فیض الهیه، منبع فیاض، رحمت خاص نازل میشه و فرصت بسیار عظیمی است که الله تعالی عنایت میکنه و در این ماه باید همه آمادگی داشته باشند، همه ما آمادگی بکنیم که از هر نوع، در هر نوع خیر سهم بگیریم و از هر نوع خیر استفاده بکنیم. همه در جهت رسیدن به الله، کشف کردن رضامندی پروردگار، در جهت ساختن خودمون که خودمون را بسازیم و از برکات این مانع که شبها قرآن تلاوت میشه در نماز تراویح که یکی از عبادتهای بسیار بزرگه و در آن قرآن تلاوت می شود و قرآن چه تاثیری داره. اگر ما معنای قرآن بفهمیم یا نفهمیم، قرآن سر تشریح داره و تاثیرش را داره. ولهذا این ماه قرآن عظیم و شان، قرآن به کثرت تلاوت بشه. این ماهی است که حضرت صلی الله علیه وسلم که همیشه سخی بودند و سخاوتمندی آن حضرت صلی الله علیه وسلم، آن حضرت در این ماه چنان سخی می شدند و چنان دست آن حضرت دراز بود و دهنده بود که خیر آن حضرت به همه می رسید. و لحظه در این ماه یکی از مسائل همینه که ما زکاتهای اموالمون که ندادیم پرداخت کنیم و علاوه از زکات از اموالمون خیر بیرون بکنیم. فقران، مساکین،
خانواده های زندانی هست، افرادی که مریضند و خانواده هایی که سرپرست شون را از دست دادن، یتیم و بی سرپرست و زنهایی که بیوه شدند و بچه ها ماندند. مدارس دینی مساجد و تمام راه های خیر که به این راه های خیر همه رسیدگی کنند، همه برسند. فضیلت بسیار بزرگی داره و به کثرت ذکر کنیم. در حدیث شریف مطلبی آمده است که سوال کردن که حج چه کسی بیشتر فضیلت داره که جهت حج میکنه؟ فرمودن که هر کسی ها یکی از هسته های مهم هر عبادت ذکر الله تعالی است و این چیزی که به عبادت ارزش میده، عبادت ارزش پیدا میکنه و ثوابش بالاتر میشه، مقبول تر میشه نزد الله تعالی که از جمله حج، از جمله روزه هست. و در ماه رمضان به کثرت الله تعالی یاد میشه، علاوه از تلاوت قرآن عظیم الشان که خودش ذکره و تسبیحات، درود، استغفار و پرهیز از گناه که این هم از هسته های بزرگ و از اصول های مهم عبادات که هم الله ذکر بشه و هم از گناه پرهیز، توجه الی الله و هر اندازه که در انسان طلب باشه و هر اندازه در انسان تشنگی باشه و هر اندازه در انسان خواهش و خواسته باشه، همان اندازه الله تعالی عنایت میکنه. دعا بشه برای همه مردم دنیا، برای همه مظلومان دنیا و برای یکدیگه دعا کنیم، برای تمام جامعه انسانی دعا بشه هدایتش، خیرش و برای مظلومان فلسطین و دیگر مظلومان دنیا دعای خیر بشه و الله تعالی من شما را توفیق عنایت کنه. و انشاءالله بقیه مسائل ماه رمضان در هفته آینده عزیزان و شما مذاکره میکنم. سیلی که اخیراً در دشت اریامل و بسیار و در این سیل بردگی به هر حال رسیدگی مردم خیلی خوب بود و به هر حال ما دعای خیر میکنیم در حق همه کسانی که به نحو رسیدگی کرده و جا دارد که تشکر از همه بکنید. آنجا رفتند و خدمت کردند، ولی آنچه که تشکر ویژه هست از مردم عزیز ایرانه، از مردم هم بلوچستان، سیستان و هم جا داره که از کردستان عزیزان کردمان یاد خیر کنیم و دعا که خیلی همت کردن، کمپین تشکیل دادن و جمعوری کردن و اخیراً یک همه ملت ایران، همه مردم عزیز ایران جای تشکر وجود داره
اخیراً یه دری خیلی باز شده در ایران و او همدردی مردم در میانش، مردم نسبت به یک دیگر همدردی پیدا کرد. این چیزی که قدرت مردم تمام کله در مردم گذاشته است، اراده مردم، همت مردم، تلاش و کوشش مردم در تمام آفتها که در هر گوشه از زده که نیاز به بسیاری از این مواد که مردم میانالن نیست و سر مواد غذایی، اجناس، اقلام و اون چه که نیاز مهمه برای مردم سیل بند هست، بنده که در اطراف روستاها کشیده بشه و که 2 مرتبه سیل وارد نشه تو این روستاها. زیر ساختها هستن که زیر ساختایی که تخریب شدن بازسازی بشن، زیر ساختایی که نیاز احداث بشن و نیازهای اساسی و مهم که میمانه برای منطقه همین هستند که اینا نیاز به دستگاه و دارن، دستگاه های سنگین میتوانم که اونجا کار کنم. پارسال هم اعلام شد و همت شد ولی منطقه خیلی وسیعه، ممکنه بعضی جا کار شده ولی همه جا کار نشد و این مشکلات جلوگیری سیل علاج داره و علاجش آسانه اگر هزینه مختصری هم انجام بگیره از خیلی آفتها جلوگیری میشه. هم میتواند که همه آب در منطقه نگهداری کنن بدون اینکه او کلمه ای را که در سیل بردگی گذشته در هیئت دولت گفتم شما کارشناسانی که اینجا میآید باید با مردم مشورت کنند، سنت های مردم را در نظر بگیرند، تجربیات مردم استفاده بکنند. معتقدم که کارشناسان موفق نخواهند بود اگر اتکا بر کارشناسی خودشون، بر علم و دانش خودشون داشته باشند و سنت ها را نادیده بگیرند، چرا که سنت های فطریه و بشر همیشه دانشی داشته و دانش بشر از روی تجربه هست. شما این توی منطقه تجربیاتی هست که دانشگاهی ها کارشناسی دانشگاه نداری. اینها اونجا منزل ها را کرسی درست کردن در گذشته، کرسی از خاک اونجا مثل سیمانه، مثل اسفالت سخته و آبش نمیبره، آب داخلش هم نفوذ نمی کنه، خاک جمع کردن، کرسی درست کردن، منزل ساختن. اینها هم یالا این منزل محفوظ مانده ولی اینها که آمدن مدارس دولتی را بر زمین کار کردن. یعنی چه؟ برای چه ما کرسی درست بکنیم؟ ادارات ها حالا این سیل که میاد اولین تومه این سیل همین مدارس هست، همین خانه هایی که از کنم که مسکن و شهرسازی ساخته و یا ارگان ها و ادارات ساخته. چرا؟ که از تجربیت مردم استفاده نکرد. اگر بگه مردم ها بپرسن همه آبا میشه راحت مهار گذشته، همه مردم همه آبا مهار کرد. این منطقه کلا به صورت بند آمده، تو دوما پر میکرده به سوم و ساعت تا میرفته این دشت و سیل بردگی خیلی در تاریخ گذشته در دشتیاری این باهوکلا دشتیاری منطقه کلا خیلی کم بوده، خیلی میشه اینجا چای نیمه ساخت. این مردم در طول این مدت همش یک خواسته بوده که اینجا برای ما بسازد چای نیمه و بالاخره آبا که میاید آبای سرریز صدها و باران اضافی بره توی همین چای نیمه ها و
میتوانند صده کوچک زیر صده بزرگ بزنند و اب از یک صد به صد دوم ببرند، از دوم به سوم، این صده ما پر میشن، این گنجی میشه برای مردم منطقه و آسان این. حالا این علمیه که خودشون دارن او را هم اعمال بکنن، ولی برای مردم از هر چیز مهم همین کار اساسیه و آب مازاد مسیر بدن که بره به دریا بریزه. میشه راحت مسیری باز کرد که آب مازاد بره توی مسیر و توی دشت ویل نشه که از این روستا به اون روستا وارد بشه. الله تعالی توفیق بده. کل این سیل های اون منطقه هر چگاه طغیان هم بکنن رودخانه قابل مهار و امکان مهارشون وجود داره. الله تعالی همه را جزای خیر بده، مخصوصا تیم هایی که از زاهدان رفته و از دیگر شهرستانه رفتن و اونجا چندین روز ماندند و تلاش کردند. از مسائل اخیر رو در انتخابات بود که در انتخابات همه پشت سر گذاشتن. بالاخره باقی مانده توی جامعه ما و در این باره چند جمله عرایضی داشتم که خدمت عزیزان و سروران عرض کنم که بسیاری خیال میکنه که این مردم ایران بعد دین مخالفان یا با نظام اسلامی مخالفان و این حرفا را میزنن و یا به هر حال یک سری حرفهای نسبت مردم هست که اینها واقعیت آنه که مردم ایران یک مردم بسیار نجیبی هست و مردم ایران انسانهای بسیار فهیم و انسانهای عجول هم نیست، صبور، خیلی صبر دارد، خیلی متانت دارد و یکی از بهترین ملت ها یه دنیا ملت ایران، یعنی یکی از بهترین ها است. من نمی‌بینم که ملت ایران از تمام ملت ها بهتره به دیگران توهین نشه و یکی از بهترین و خوبان جامعه بشری هست و ملت ایران خیلی همکاری کرد. حالا بزن 10 سال 40 سال که گذشته از عمر انقلاب همین ایرانی را دادن به جمهوری اسلامی و چه آرای بالایی دادن و به چه امیدی، به چه آرزویی و رای دادن. بعد در تمام سانه ها حضور پیدا کردن، خصوصا توی سانه ها و رقابت های انتخاباتی، ریاست جمهوری بوده، مجلس بوده، خبرگان بوده و ریزش شروع شده. این اولین دوره نیست، دورهای گذشته هم بسیاری خود را از صحنه انتخابات کنار کشیدن. و چرا کنار کشیدن؟ این مسئله است که آسیب شناسی میخواهد توی دنیا مرسومه که هر آسیب و هر آفتی که وارد میشه آسیب شناسی، برای آن که مردم به این نتیجه رسیدن که نحوه گزینش که الان در ایران کشور ما موجوده این نتوانسته مدیران لایق را گزینش بکنه، مدیران توانمند شایستگان ملت را نتوانسته به صحنه بیاره. بهترین را مردم تشخیص رو آنه که در همینطور که در بسیاری از کشورها همینه که ملت گزینش میکنه و مردم میآیند توی صحنه
ملت فرزندانش را میدانه. شما آل زاهدان میدانید که چه کسی بهتر میتونه درد شما را بخوره. مردم تهران شهروندان خودشون را میدانند. هر کسی میدانه این نمایندگان مردم اونا را گزینش بکنند. حالا که بالاخره گزینش تعیین شده که باید این گزینش بکنه، روند گزینش بالاخره مردم همه قبول ندارن، معتقده که نتوانسته این روند مدیران لایق برای ریاست جمهوری، مدیران شایسته جمعه تعیین میکنید، باید التزام به اسلام داشته باشه. امام تعیین میکنید التزام به اسلام. رئیس جمهور شایستگی را داشته باشه، لیاقت را داشته باشه. اصل که حالا بقیده ما و شخصیه که اصل بلک شایستگی است، توانمندیه، بتونه ملک اداره بکنه. نه اینطور که همه چیز از دستش رها بشه، همانطور که بروز اقتصاد در کشور من رها شده است. ما هیچ مهاری ندارن بر این داره، بالاخره میری بالا و ارزش پول ایرانی داره میفته و زندگی برای تمام مردم مشکل میشود. بالاخره مدیر توانمند، اهل کار، نماینده که اهل کار باشه و همه شایسته باشن و شایستگی ملت باشه. نه ببینید که شایسته و یک حزبی و یک جناحی، نه جناح مختلفن، مخالف باشه تو مجلس، بالاخره او اصل راه پیدا میشه که باید چه مسیر درسته بره. این به نفع کشوره، نه این ملت دشمن کشور هست، نه دشمن دینه و نه این مردمی که رای ندادن یا فعالیت نکرده، بعضی همون که مخالفت کرده انتخابات، بعضی تحریم کردن، بعضی توی خانه هایشون نشستن و سکوت کردن، گفتم قضاوت مردم میگوید، مردم به حال خود گذاشتن، من نکردم کسی را. ببینید مردم چه قضاوت میکنن، قضاوتی که میکنن اختیارشون دارن و طیفه مختلف و برداشته مختلف و سلیقه مختلف در وقت انتخابات اعلام شد. نه این مخالفن با دین، نه مخالفن با کشور، نه وابسته به این قدرت و اون قدرت، نه اینا وابسته همین ملتن، همین مردمان، همین اکثریت مردم، همین که فکر در ذهنشون هست. لحظا گفته که این به هر حال با این روندی که داره میرود همون نماینده تکرار گذشته و تکرار گذشته نمیتونه که کشور نجات بده و چیزی که گلایه مردم یا بگم ناراضگی مردم بوده که مسئولان صحبت مردم را، فریاد خیرخواهانه و دل سوزانه این کشور و مملکت را گوش نکرد. تکبیر! و بالاخره گوش شنوا ما ندیدیم مدتی که اینجا هستیم. گوش شنوایی باشه، حرف را بشنود، آسیب شناسی بکنه، گفتمانی باشه، مذاکره‌ای باشه، اشکالات کجایه و توی دنیا، همه دنیا اینا مرسوم. الله به هر حال مسئولین و ملت ایران، اکثریت
قاطع مردم بالاخره توی انتخابات حضور پیدا نکردن و همون آمار و ارقامی را که در کشور منتشر کردن همون آمار و ارقام را بگیریم اکثریت قاطع شرکت نکردن. چرا شرکت نکرد؟ بالاخره باید اینها را بررسی بکنیم، بین بشینیم صحبت بکنیم مشکل کجاست، مشکل رسیدگی بکنیم و این حیاتی هست و این مهمه و اینها همین میگن که توی دنیا جای دیگه بالاخره یک رشته حل و عقدی تشکیل میدن و بالاخره میشنوند و این حرفای مردم شنیده بشین حیاتی مهمه. این سیره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تعلیم که آن حضرت را میگفته که این حضرت نفع شما است و هم دستورات الله با الله ایمان داره، هم حرفای شما را قبول میکنه و باور میکنه و به هر حال ما امیدواریم میشه که بشینه فکر کنم و به هر حال رمضان مبارک انشالله در غروب یک شنبه برای مار نگاه میکنیم و اگر یک شنبه ما رویت بشه که غروب یک شنبه دوشنبه رمضان هست و اگر رویت نشود سه شنبه رمضان بشه و اگر عزیزان ماه را دیدن انشاءالله اطلاع بدن و خبر بکنن. الله تعالی من شما را توفیق عمل هدایت کنه و رمضان درخشان و نورانی که میاد الله تعالی ما را توفیق بهره برداری حد اکثر عنایت کنه و آخر دعوانا الحمد لله. تکبیر.